سلام دوستان، ما اومدیم نوشتن چک رو یه بار با هم مرور کنیم. ابتدا تاریخ رو به عدد می-نویسیم 1/12/1402. حالا به حروفش می-نویسیم 1 اسفند ماه 1402. حالا ما میخوایم 30 میلیون تومان در وجه آقای مهدی درویشی بابت خرید کامپیوتر چک بکشیم. 300 میلیون ریال میبندیم تاشو در وجه آقای مهدی درویشی بابت خرید کامپیوتر. بعد کد ملیشو میزنیم. حالا حواله کردشو خط میزنیم و مبلغ رو به عدد مینویسیم. بچه از نقطه گذاشتن به عنوان صفر خودداری کنید. صفرها رو حتما به صورت دایره وار بنویسید. سمت راست و چپ مبلغ رو میبندیم و یه امضا پای چک میزنیم. اطلاعاتی که داخل چک وارد کردید حتما تو ته چکش هم بنویسید. تاریخ چک، مبلغ چک، در وجه چه شخصی و بابت چی، حتما تو ته چکش بنویسید. دوستان چک ها یا در وجه اشخاص حقیقی باید باشه یا در وجه اشخاص حقوقی. اگه در وجه اشخاص حقیقی بود اسم طرف می‌نویسیم به اضافه کد ملیشو، و اگه هم در وجه اشخاص حقوقی بود اسم شرکتش می‌نویسیم به همراه شناسه ملی. حالا اگه یه قسمت از چک رو اشتباه نوشیم، تاریخ، مبلغ یا در وجه شخص و یا حتی خط خاطی داشته باشه، میایم پشت چک صحیحشو می‌نویسیم، توضیحاتشو میدیم، 2 تا امضا میزنیم و بعد میدیم به مشتری.